هر دپو دوستان بانه که هر دپو بریدگی هم مادر امروز با دین اپیراسش کردن با کمک سوغون برای او سوغون هم شکستگی هم این مسئله سوید دوستان خونه و در شده همینجا این سوید ایجو هسته متاسفانه در ایو نیست با اون خاطر اقبال این خونه و در شده دوستان نه اکم خلاصه سر ویدیو در میمونمش سوید همه این جو شبیه همه جزیره بود خیلی نمیخیر مالی اکا جون رفتیم. سلام و درودی به پایان دوستان عزیز. خداوند نگهبان هر یک کدوم شما باشه که اولش پروردگار بعد شما هسته که چقدر مردم نیازمند و محتاج و کمبغل ما یاردم میکنیم با دستگیری همدیگر. خداوند همه شما راضی باشه. ما مراجعت بود از مسکو بودیم راستیش از جانب مادری که دو پا نداره یعنی برآورده و نشان داده پاهای مادر نمیتونه به کدوم خاطر که یوتیوب میگیره باز بلاکر میکنه برای که خیلی تو شتام خون خیلی مادر بریدگی همش جزیره بود مقصد پاها کسری قند مادر تای 56 57 ساله های نامش فیروزه مادر جانو. دوستان عزیز مادر در شهر قرغن ساعت 10 شب و الله اعلم ما از شهر دوشنبه خواستیم اومدیم برای پگاه خداوند اگر ما را نصیب کرده باشه با مسکو میریم خواستیم اومدیم که همین کاری مادر کنیم میشید بروزی که امکانیت نبود وقت نبود کارمون زیادتر. دوستان عزیز زندگی مادر خیلی پچه یک فرزند 38 ساله داره دیگر یگان کس نداره. این مادر ما یک کلن داشته خدا خورش کنه عاقبت نشید که 3 فرزند داشته برای 3 فرزند همون 3 فرزنده که گرفته برمده برفته به کدام خاطر برای که شوهرش گردش قاق شده کار کردن نمیتونه فرزند مادر در نظر دارم. این مادر پاها را بریدیم گفته دیگه من خدمت این مقصد کیورا کردن نمیتونم شما را بیمارا را خداوند هدایت میکنه. پروردگار درد میتیه یک چیز فراموش نکنه که در روز قیامت پروردگار میگه که چون من خبرگیری ناومده ما میگیم اوی پروردگار تو در عرش خدا و در عرش بالا بدید ما چه خاطر میگه که هر یک بیماری هسته تا عیادتش کنی من در همون جا هستم. با هم خاطر برادرایی که ای شهر قرغن هست یک قرغن تپه رقمای مادرم میمونم التماس بیای زنگ بزنی از احوالش خبر بگیری. یگان چی خواجگی نداره نه کمر داره نه علاوی داره و الله قسم که یک کرپچه اینه در تای پای برادر کامیرا کرسته در تای پای وای که هم شهر قرغن یا تایگه اینه در تای پای برادر این همین فالگا را میشناسید بچهای در سلوکه کار میکنه میدونید فالگا برای تای قالینا و گرم کردن اینا فالگا اینا بیتون و الله قسم اینا ایجاش بیارن شومتیا بر هم تبیو برافت. دوستان عزیز اینا ایجارم بیتون اینا میجا سیمن موندگی یگان چیز زندگیشو پچق یگان چی ندارم به خاطر الله ما سومی معینی نداریم که بگیم که با همین مادر 100,000 در کاره 500,000 1 میلیون در کاره ما سوم گفته نمیتونیم. مقصد ما که همین زندگی همین مادر فرزندش دیگه کار کردن نمیتونه سومی معین جمع شوه 100,000 میشه 300,000 میشه. کدوم یه بچهای قرآن با شیر دیلو هستن که الحمدلله ممکن درنگ ندارن احوالش میان خبر میگیرن خود یک خدمت کمرش تامین میکنه خدمت تیزم خدمت آرد خدمت کارتشکا مقصد همین مادر به خاطر الله بیای همجا خبر بگیریم مادر جون گپ زنی یک بار احوال تا بعد با موضوع میفهمونی بلند گپ زن سلام علیکم بگو مردم احوال بگو سلام علیکم چی گپ زنم درد دل تا بگو مادر جون مادر ما عیزا کشته گپ زن کته مجبور شده به ما مراجعت کرده گپ زن مادر جون چی وجه دیگه گپ زدن نیست همه چی مختون دیدی نخیر دیگه ما چی گپ زنم ای همه چی محتاجم من محتاج همه چی هستم نمیست خودم بودم یک از بردگیم دپانی دارم بچم گفته با گورده گفته با یا گوردش نیست نمیتونم گفته با یکم دختری چیزی ندارم که گفته با توبتش کنم. این گرده دادر چند سون دفتن توبت میشه؟ نمیدونم چند سون یاتش میگه خراب شده رفته سعی گفته با یاتش اگر که امکانیت باشه بچه هم لیچین کنی اگر سون باشه امکانیت لیچین کنیش هم هسته؟ هسته چما نیسته چند قش پا را بریدن؟ پای من نو یک سال شد بریدگی یک سال هرچه بریدن هرچه بریدن ایشه امروز بریدن و شب پگه دینه سبب اپیراسه برای استخوان موندگی بود؟ یا استخوان موندگی بود هم استخوان تیزه گفته پاکین نمیمونه گوشت محکم شوی نگاه کنه برادر عزیز انشالله فرزند بچه شده نظر دارم به همون تنی درمندش بهشت اسخط کردگی انشاءالله این همی گرشاک همی مادر است هر یک کدوم مادر خواهر پدر داریم گرشاک مادر است مادر در همینجا مقصد بیرون شمی رو همی فرزند همی مردک خودش همی گرشاک همی برام میپرتوید توالت میشوه مقصد هم گرشاک با میاره میونه در خدمت مادر بطنی بدر
با خاطر الله با خاطر روز قیامت التماس همین ویدیو را پهن کنید، تقسیم کنید، لایک کنید یا همون چیزی که یک کمک به همین مادر شوه تا همون ویدیو به شخصانی که سموشون خوان یک خیلش درک ندارند در جا باید خیر کنن بیاین ای حال کدمه که برادرها در شهر قرغن باور نداره همون خیش تورتون روی کنه یگان دادر اکت بیان همین مادر رو خبر بگیرن. من رقمای مادر خبر میگم تون رقم امانت بانک مادر خچای رقم موضوع امانت بانک شمیگو بعد زبیر بانک امانت بانک میگم 54 58 27 003 46 82 64 0 بایا برگه میگم 50 58 27 00 34 68 26 40 به نام فیروزه دریوه. این نمره امانت بانک مادر کدمی در تاجیکستان میتونی خیر کنی. این فیروزه دریوه در نام کارت خچن. بعد نمره تلفنش هم میمونم که پریواز نیست برای مادر احوالش پرسیدن. یک تلفن داره ولی تلفنش هم نشون بدید. یک تلفنی نه کدمی با تلفن میتونی خیرش کنی یگان تلفن روش کنی ان شاء الله. انا نمره که یک خواهر خان شونه بگیم دختر اماکی راست شونه نمره زبیربانک همه مونده پرویرکا کردیم ان شاء الله. رقم زبیربانک میگم برای چی من گفته استادم که ما ویدیوهای ما را میدزن در بالای ویدیو کارتای خودشون میمونن التماس کدمت سوم پارتوفتنی انیق که دستاویرنی که بعد بگی بگذارم گوش کنی برای 54 69 40 00 51 41 38 67 یا بارگه تکرار مینم 54 69 40 00 51 41 38 67 کارتا بانومی جمیله خان عبدالجلیل نامی برای خوب برادر عزیز و هم خاطر دوستان عزیز با خاطر الله 1 روبل 10 روبل چی قدر میتونه دم کارتای مادر پرتوی کدمت میتونه از احوالش بیا از نزدیک خبر بگیره بچه‌ش ببینه اگر کدمت که ورچو باشه به خاطر الله بیا خطیه به هم فرزند هم بگیرم گردش نوما که نیم کلاک دیگه این مادر هیچ که نداره یگان کسی فرزندی من دختری من خواهری من خواهر یگان کسی مو نمیاد این مادر ابسولوت رد نمیکنه خدمت نمیکنه باز یک کهله خودش بسه فرزند پرتو برا با کی میکنه همین بچه را کم که خطیه به باپا بخیزونن که همین خدمت مادرش مقصد تا روزی که مادر هست در طور سرش ان شاء الله خدمت چه بکنه. ویدیو زیادی بچید مادر جان یگان سخن دیگه داریم مردم کمک کنن تمام کمک کنن کمر داری هیچی ندارم هوی ارد آب چی ارد آب ندارم چی هیچی نداره دوستان عزیز. ویدیوهای من همه وقت درست میشن با خاطری که درد دل خدمم بگم ای مادرم و الله قسم که از نزدیک ببینی دلت ریش میشه. متاسفانه همون سموی که یک شب گوش بیرون ششلک نخو همین خیلی ویدیو ما هر روز میبرن یا خیلیش میگه در جون موزه دقت ویدیو تو در جون تو نزدیم هر یک خیری که میکنه پروردگار یا دچان کرده باز میگردن ای چی قدر بلاها نگاه تو میداره با اون خاطر کردم گیره هیچ گم نداره در روز دوانی مزور میگیری در هفتهش 3-4 ویدیو هم خیلی دم کارتای سایتای خیریه میبره 200 روبل 100 روبل میپرتای ان شاء الله هیچ تو کم نمیشه. با خاطر الله یا بار دیگه میگم بیا ای احوال مادر خبرگیر باشه باقی در امان خدا بخشش که گپ زیادتر شید کم سخت میریم گاه علامو میکنه با یک خیلی مردمی نبلگادر مثل کیرین مادر که در این حال پرتوخ مادر برمت برا گفت دیگه من خدمت شما را کردن نمیخوام یعنی که جنت نخواست ای شوهر ناز کرد ای خشت من ناز کرد برمت را خداوند هدایتش کنه. شاید این ویدیو را ببینه شما جدا شده کی جدا شده خیلی خداوند صبر کنه گوشم از اون من میرسه. بله این بچه همینجا که در اکرانشون زدن کن بله خداوند هدایت میکنه هر یک همسایو بخبر نگه خیلی خدمت که انشالله که جان ثواب میگیره خدمت میکنم او خودش مثل داشت پشه خدمت میکنم خداوند شوش خدمت او خود همشه والله خدمت میکنم خداوند شما راضی باشه برادر. خوب برادر جان خدا نگهدار. السلام علیکم.